تعطیل بهاری مکتبچه‌ها در تاجیکستان تمدید نمی‌شود و هیچ مکتب به کارانتین فرا گرفته نخواهد شد. مسئولین وزارت معارف و علم تاجیکستان میگویند که مکتب‌ها در سراسر کشور در دوام تعطیل بهاری خوانندگان 2 مرتبه دزینفکسیون یا بی‌ضرر گردانیده شدند و همین طور خوانندگان از 1 اپریل طبق نقشه درس خود را در مکتب‌ها ادامه خواهند داد. و حالا ما میرویم میبینیم که مکتب‌ها تا کجا به این حالت آماده شدند و تا کجا بی‌ضرر کرده شدند. این کارمندی بخش خوجگی در مکتب رقم 21 پایتخت روزانه 2 مرتبه تمام مؤسسه را با محلول خلور دزینفکسیون میکند. مسئولین مکتب میگویند تا انجام تعطیل همگی 1 روز باقی مانده است و آنها به قبول خوانندگان آماده‌اند. همه دسته‌های درها با لطه‌های مخصوصی سفید هر 2 ساعت با محلول مخصوص تازه کرده می شوند و کوشش کرده می شود که با خوانندگان و اهل کارمندان مؤسسه باید به شورابینی‌های پروفیلاکتیکی معلومات رسانده شود. رهبریت مکتب میگوید در تعطیل بهاری مؤسسه 2 مرتبه از سوی خدمات نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی پاککاری شد. در حاجتخانه‌های مکتب صابون و دیگر موادهای پاککننده فراهم شده است. در همه درس‌های تربیوی غیر از در درس‌های تربیوی در جمعیت‌های هم پگاه روزی هم نصف روزی که با خوانندگان گزارنده میشن و خوانندگان طرز درست شستشو هر 2 ساعت دستشون با صابون شستن تاکید کرده می شود. از آنها خواهش کرده می شود که همگان در دستشان لطه‌های نمناک بی‌ضرر گردانده داشته باشند و محلول‌های آنتیسپتیکی که بی‌ضرر گردانده داشته باشند و منتظم سنجش‌ها در همه صنف‌ها گزارنده می شود. در مکتب‌ها برای احتیاط از پیشگیری سیرویابی به کرونا ویروس از راه‌های گوناگون استفاده می‌کنند. کارهای تبلیغاتی میان آموزگاران هم در مؤسسه‌های تعلیمی راه‌اندازی شده است. تعطیل بهاری خوانندگان 10 روز ادامه می‌کند و آنها 1 اپریل به تحصیل ادامه خواهند داد. بنا به اطلاع رسمی تا 30 مارس در تاجیکستان یگان مورد آلودگی به کرونا ویروس ثبت نشده است. اما برخی والدان میگویند در پس منظر با سرعت پخش شدن این ویروس در جهان تعطیل مکتب بچه‌ها تمدید شود. گروهی در این مورد نظر دیگر دارند. اگر به مورد تنجه شکل خدا کسان نیست دست بشد خوبتر میشه. مقامات در تاجیکستان برنامه پیشگیری از کرونا ویروس و واکنش احتمالی در صورت پیدا شدن بیماری را آماده کرده برای اجرای آن از سازمان‌های مالی جهانی یاری پرسیدند.